سلام. چند روز پیش توی فوتبال بینیم آسیب دید و یه مقدار متورم شد و الانم زیر چشمام هنوز کبوده. منتها دیدم که اگه بخوام صبر کنم تا صورتم کامل خوب بشه طول میکشه و حیفه که ما این بحثا رو تعطیل کنیم دیگه. اینم بخشی از زندگی نمیشه زندگی رو تعطیل کرد. ادامه حدیث 12 از اصول کافی. ای هشام، خردمندان از دنیا رو گردانیده به آخرت روی آوردند، زیرا ایشان دانستند که دنیا خواهان است و خواسته و آخرت هم خواهان است و خواسته، و کسی که خواهان آخرت باشد دنیا او را بجوید تا روزیش را به طور کامل از دنیا برگیرد. دنیا میاد دنبالش تا روزیمون رو نگیریم. از این دنیا نمیریم. خیلی نباید هول بزنیم. یه جایی میخوندم که تعداد ضربان قلب یک انسان در طول عمرش تقریبا ثابت. حالا شما اگر رژیم غذایی خوبی داشته باشی ضربان قلبت پایین باشه طول عمرت بیشتر میشه. اگر رژیم غذایی بدی داشته باشی که ضربان قلبت بره بالا طول عمرت کمتر میشه. و کسی که دنیا طلبد آخرت او را جوید، یعنی مرگش در رسد و دنیا و آخرتش را تباه سازد. ای هشام، کسی که ثروت بدون مال و دلاسودگی از حسد و سلامتی دین خواهد باید با تضرع و زاری از خدا بخواهد که عقلش را کامل کند. ثروت بدون مال، دلاسودگی از حسد و سلامتی دین، زیرا عاقل به قدر احتیاج قناعت کند و آن که به قدر احتیاج قناعت کند بی نیاز گردد، و کسی که به قدر احتیاج قناعت نکند هرگز بی نیازی نیابد. عاقله فهمید که راه ارضای این حس زیاده خواهی و دنیا طلبی این نیست که هی برم دنبال دنیا، هی دنیای بیشتر، هی تو دنیا غرق بشم. نه، راهش اینه که قناعت کنم، کمتر بخوام، به قدر کفایتم قناعت کنم. کسی که به قدر احتیاج قناعت نکند هرگز بی نیازی نیابد. ای هشام، امیرالمومنین علی علیه السلام میفرمود خدا با چیزی بهتر از عقل پرستش نشود. ما عبد الله بشیء افضل من العقل. نماز، روزه، حج، دستگیری از مستمندان، نماز شب، کل شب های سال نماز، کل روزها روزه. ولی حضرت فرمود که خدا با چیزی بهتر از عقل پرستش نشود. چون عقل که باشه تو میفهمی که چی کار باید بکنی، اصلا این کار رو باید بکنی، نباید بکنی، کی انجام بدی. الان وقت نماز یا دستگیری از مستضعفه یا امر معروفه یا علم آموزیه، تکلیفت با عقل مشخص میشه. تا عقل نباشه بقیه فایده نداره. و تا چند صفت در انسان نباشد عقلش کامل نشده است. فرمایش امیرالمومنین. اولیش چیه؟ مردم از کفر و شرارتش در امان و به نیکی و هدایتش امیدوار باشند. همش نگران نباشن که این یه ضربه‌ای میخواد به ما بزنه. آدم منصفیه، اهل آسیب زدن نیست، کرب نداره، مرض نداره. زیادی مالش بخشیده، زیادی گفتارش بازداشت شده باشه. یعنی زیادی مالش رو میبخشه ولی دهانش رو از حرفای زیادی بسته، جلو خودش رو گرفته که هی زیادی حرف نزنه، حرف زیادی نزنه، راجع به این راجع به اون، از این بگیم بگی، از این به اون بگی. بهره او از دنیا مقدار قوتش باشد. حرص نمیزنه ای جمع بکنم. تا زنده است از دانش سیر نشود. دانش نه این که بره دانشگاهی
نه، همین در احوالات خودش فکر بکنه، در احوالات دنیا فکر بکنه، هی مرتباً دنبال این باشه که خودش رو رشد بده. ذلت با خدا را از عزت با غیر خدا دوست دارد. عاقل. تواضع را از شرافت دوست دارد و تواضع احب الیه من الشرف. شرافت شاید معنی خوبی نباشه، از تشریفات. باید حتما رو مبل استیل بشینم، حتما باید آداب و رسوم مفصلی رو رعایت بکنم، همه چی باید تشریفاتی باشه. نه، خیلی خاکیه، دنیا رو سخت نگرفته، آسون زندگی میکنه. یستکثر قلیل المعروف من غیره. نیکی اندکی دیگران را زیاد و نیکی بسیار خود را اندک شمارد. یه کار خوبی رو کوچیک حتی از دیگران ببینه، چقدر تعریف و تمجید میکنه، میگه چقدر شما در حق ما لطف کردی، چقدر شما بزرگواری، چقدر مرحمت کردی. ولی یه کار زیادی رو خودش انجام داده باشه، میگه نه بابا ما کاری نکردیم، اصلا گفتن نداره. همه مردم را از خود بهتر داند، یر الناس کلهم خیرا منه و انه شرهم فی نفسه. و خود را از همه بدتر. و این تمام مطلب است. چرا عاقل همه مردم رو از خودش بهتر میدونه؟ میشه اصلا یه آدمی همه رو از خودش بهتر میدونه؟ شاید سرش اینه که اصلا به دیگران نمیپردازه. میگه آقا من فرض میکنم همه از من بهترن. کسی که یک چنین نگاهی داشته باشه چه اقدامی انجام میده؟ میگه آقا من عقبم، با بحران طرفم، باید یه حرکتی انجام بدم، باید خودم رو رشد بدم، من از همه عقبترم، من از همه بدترم. کسی که دیگران رو از خودش بهتر میدونه مرتب تو کار ادب کردن دیگران، کنترل کردن دیگران نیست. میگه من بعد اول به خودم برسم، خودم موندم، چرا باید هی به دیگران تذکر بدم؟ من باید خودم رو درست کنم، اول خودم رو درست کنم، خودم رو کنترل کنم. تو مردی یا زنی خودتو کنترل کن، به خودت برس. اصلا وقت نمیشه ما بخوایم به دیگران بپردازیم، هی عیبای دیگران رو جستجو کنیم. کسی که دیگران از خودش بهتر میدونه مرتب نمیره سراغ عیبای دیگران، بگه آ تو فلان عیبو داری، تو بهمان عیبو داری. نه بابا، میگه من اینا همه از من بهترن. علتش هم اینه که میگه من چه میدونم اینا چه نیتایی دارن، اینا من دارم ظاهر عمل اینا رو میبینم، شاید تو دلش یه چیز دیگه میگذره، شاید یه برشی از زمان اون داره این حرکت مثلا برفرض اشتباه رو انجام میده. یه برشی از زمان دیگه ما داریم یک برش هایی از زندگی دیگران رو میبینیم، در یک مقطع خاصی، در یک زمان خاصی، در یک روز خاص، در یک ساعت خاص، در یک لحظه خاص، یه حرکتی از یکی میبینیم. ما که 24 ساعته باش نیستیم، در طول هفته باش نیستیم، در طول سال باش نیستیم. ما داریم یک مقاطعی از زندگی رو از اون فرد میبینیم. برفرض که حتی اشتباه هم کرده باشه، خب من دارم یک لحظه از زندگی اون رو میبینم، یک برش رو میبینم. اینو چجوری میخوام تعمیم بدم به تمام زمانها؟ ممکنه یک لحظه بعدی توبه کرده، ممکنه من هم اگر شرایط رو میداشتم چه بسا بدتر عمل میکردم. من نمیدونم چه اتفاقاتی برای اون افتاده، دیشب شام چی خورده بوده، صبح مثلا بد خوابیده بوده، با گردن در از خواب بیدار شده، عصبی بوده، درست صبحونه نخورده. 1001 دلیل وجود داره تا یک فرد یک رفتار
اشتباه، یک عکس‌العمل اشتباه، یک حرف اشتباه رو میزنه. وانگهی اگر من همه مردم رو از خودم بهتر میدونم، اصلا نمیپردازم به اونها. دیگه تو ذهن خودم اینو بستم که ببین بقیه از من بهترن، من بدترین اونها هستم و لااقل تلاش کنم که بشم یکی مونده به آخری. حالا یکی مونده به آخری شدم، لااقل بشم به 2 تا مونده به آخری. تا وقتی خودم رو بدترین مردم میدونم، فقط به خودم میپردازم، فقط رو خودم تمرکز دارم که من بهتر بشم. ما اصلا وقتی نداریم بخوایم برای دیگران صرف بکنیم و به بدیهای دیگران بپردازیم که اونها رو اصلاح کنیم. ما یه مدت محدودی عمر داریم که باید به خودمون بپردازیم. هر کی اگر به خودش بپردازه دیگه فرصتی نمیکنه که بخواد به عیوب دیگران برسه و بخواد مرتب اونا رو اصلاح کنه. و هو تمام الامر. امیرالمومنین علیه السلام فرمود که و این تمام مطلب است.